سلام خدمت دوستان عزیز. امروز اومدم در مورد کیس پناهندگی و عرضم به خدمت شما در مورد مهاجرت از طریق پناهندگی بهتره یا از طریق قانونی، انواع کیس ها و آیا بابت پناهندگی به چه کسانی توصیه میشن. ببینید بابت چه راهی بهتره، قانونی یا پناهندگی، 100% که اول قانونی بهتره، به دلیل اینکه شما یک مسیر خطرناک دارید تا به مقصدتون برسید، تازه مرحله اول کاره و بعد از رسیدن شما تازه باید کیستون رو ارائه بدین. آیا کیستون اصلا قبول بشه، قبول نشه، شما داخل کمپ میرین و شرایط خیلی بالاخره ناهمواری تجربه میکنید. و انواع کیس هایی که بعد به شما توضیح بدم، کیس به 3 دسته تقسیم میشه: یک، سیاسی، مذهبی و اجتماعی، که حالا یک روز تو ویدیوهای کامل در مورد این 3 تا کیس بهتون توضیح میدم. و بابت قبولی پناهندگی، ببینید شما اگر کیسی یا بخواید ارائه بدین به یک کشور بابت پناهندگی، باید حتما تمام زوایای اون کیسا کاملا از قبل نوشته باشین و روش کار کرده باشین، چون خیلی سوال ازتون میپرسن و سوال پیچتون میکنن که یک نکته ریز که بتونن ازش در بیارن که دروغ باشه 100% شما را رد میکنن. پس باید خیلی در این مورد حواستون جمع باشه. و بابت پناهندگی اصلا به چه کسانی ما پیشنهاد میدیم؟ ببینید پناهندگی برای کسانی که یک حالا مشکلی واقعا دارن و واقعا اون مشکلی که از اون 3 دسته کیسی که عرض کردم دارن و نمیتونن قانونی اقدام بکنن، به هر دلایلی که نمیتونن اقدام بکنن، پناهندگی رو بهشون پیشنهاد میدیم. ولی باید همون کسانی هم که حتی بابت پناهندگی اقدام میکنن باید کیسشون رو روش خیلی کار بکنن. ولی چون من خیلی از دوستان رو دیدم رسیدن به مقصد حتی اصلا نمیدونستن کیس چی هست، رسیدن اونجا میگفتن حالا گفتن یه چیزی میگیم، نه یه چیزی میگیم هیچ وقت قبول نمیشی. چون من کسانی میشناسم که 7 سال تو آلمان بودن، بعد از 7 سال قبولی نگرفتن و مجبور شدن برگردن به کشورشون. انشالله که بتونه این ویدیو کمکتون بکنه و بهترین مسیر رو انتخاب بکنید. من در خدمتتون هستم. خدا نگهدار.